Beat me, hate me, you can never break me. Will me, thrill me, you can never kill me. Chew me, sue me, everybody do me. Kick me, kite me, don't jump like a bite me. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. میبینی پاییز چقدر شبیه زن هاست؟ حوصلش که سر می رود بند اصلاح را بر می دارد. می کند علفهای هرز را، بلوند می کند موهایش را. گرم می شود، سرد می شود، طاقت ندارد، تعادل ندارد. همه چیز را به هم می ریزد، باد می وزد. در آخر اما آرام آرام می بارد. زن پاییز است با موهای بلوند، صورتی اصلاح شده و نم نم اشک. در نگاه آشنایی باورم بود فصل پاییز، فصل سرسختی درده، موسم گلای عاشق، اما پژمرده و زرده. سلام دوستای عزیزم، به کانال من خوش اومدید. امروز قراره براتون یک فسنجون خوشمزه و عالی درست کنم به سبک خودم. همونجور که دیدیم من گردوها رو اول کمی تفت دادم، چند تا حبه سیر به همراه پیاز و گردوی بوداده رو ریختم توی غذاساز. وقتی گردوها به همراه پیاز و سیر قشنگ آسیاب شد، چند تا قاشقش رو ریختم توی قابلمه و گذاشتم یکم تفت بخوره. توی مرحله من بهش روغن اضافه میکنم و یک کوچولو کره که باعث میشه که گردو بیشتر روغن بندازه و زودتر روغنش در بیاد. Bu tuzlu meltem mi böyle gencimi yakan yoksa dokundu mu? من این فسنجون رو با گوشت چرخ کرده و سینه مرغ میپزم. از اون موادی که آسیاب کردیم یه مقدارشو کنار گذاشتم که قاطی این گوشت چرخ کرده، یه قاشق فلفل سیاه و زردچوبه و یک قاشق هم، البته قاشق چای خوری، فلفل قرمز اضافه کردم. خوب ورزش که دادم بهش نمک و آرد نخودچی اضافه کردم و یک قاشق زعفرون و دوباره ورز دادم. ورز دادن این گوشت خیلی مهمه، چون اگه خوب ورز نخوره توی فسنجونتون وا میره و ترک میخوره. بعد از ورز دادن مواد ما روشو سلفون میکشیم و میذاریم توی یخچال تا خوب استراحت کنه و مواد بخورده هم برن. میایم سراغ گردوهامون که دارن تفت میخورن. بهش یک قاشق چای خوری زردچوبه و یک قاشق چای خوری فلفل سیاه اضافه میکنیم و اندازه که یک قاشق کوچولوی دیگه بهش نمک اضافه میکنیم و 2 تا قاشق زعفرون دم داده شده. توی این مرحله وقتی که تفت خوردن بهش آب سرد اضافه میکنیم. بچه‌ها باید خیلی دقت کنید که تون گردو رو هم بزنید، چون ما یه بار تفتش دادیم و باعث میشه که گردو تلخ بشه. بچه‌ها من توی فسنجونم سینه مرغم میریزم، چون من خودم سینه مرغ رو ترجیح میدم نسبت به گوشت چرخ کرده. اونو به قطعات کوچیک خوردش میکنم و توی ماهیتابه با کمی زردچوبه و روغن خوب تفتش میدم. خیلی باید دقت کنید که خوب تفت بخوره و طلایی بشه. زردچوبه هم فراموش نکنید، چون اگه نریزید مرغ بوی زمختی میگیره و برای از بین رفتن زمختی مرغ من بهش 2 تا قاشق زعفرون دم کرده اضافه کردم.
خب حالا نوبت گوش شخ کرده است. بعد از استراحت کردن در یخچال و فضای سرد یخچال اونو در آوردم، یه ورز کوچولو دوباره بهش دادم، اونا رو نه کوچولو نه بزرگ قلقلیش کردم و دوباره توی ظرف چیدم. این گوش قلقلیای خوشگل رو چیدم تو مایتابه و گذاشتم قشنگ سرخ بشه. اونا رو هر چند دقیقه یک بار برگردوندم و به این حالت که رسید به فسنجونمو اضافه کردم. اگه خوب سرخ کرده باشیشون باعث نمیشه که توی فسنجون از هم وا بره. میبینید که فسنجون به روغن افتاده. حالا میریم سراغ رب انار این فسنجون. من این رب انار رو خودم توی خونه درست کردم. بسیار خوشمزه شده و میدونم مواد افزودنی نداره. خب من رب انار رو همیشه تفت میدم. وقتی که تو رب انار رو تفت بدی توی فسنجونت رنگ باز میکنه. فقط نکته اینجاست که نباید زیاد تفتش بدی، چون تفتش بدی زیاد تلخ میشه. فقط در حد یه سرخ کردن کوچیک. به فسنجونم اضافه میکنم، یواش با این قاشق همش میزنم، درشو میذارم تا جا بیفته. میبینید که فسنجونم به روغن افتاده و نوبت سرو کردنشه. میکشیمش تو ظرف مورد نظر. چه رنگ و رخی داره، به به. نه تنها رنگ و رخ داره، عطرش تمام خونه رو برداشته. بچه راز این فسنجون خوشمزه این بود که من مواد گردویی رو توی گوشت شخ کرده ها اضافه کردم و از سینه مرغ استفاده کردم. ترکیب این دوتا واقعا بی‌نظیره. میبینید که هم رنگش خوشگل شده، هم طعمش که بی‌نظیر شده. براتون نگم، جای همتون خالی. بچه ها لایک و کامنت فراموش نشه، شیر کنین، سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستین تا اونا هم این فسنجون خوشمزه رو درست کنن و از خوردنش کنار عزیزاشون لذت ببرن. Ne ekmek ne de bir yudum su. İncirler olana kadar kalsaydın bari, onlarca sözden birini tutsaydın bari. Beni böyle habersizce alıp giderken